آقای شگل در اینجا چیکار میکنی؟ این رو بینید. مهمان رو همین خیلی پشواز میگیری و تا همین خیلی یاد داده بودم مگر؟ من با مهمان نوازی و عادت کردم. او رو دیدم ولی خبر دادن نتوانستم. هیچ گپ نی. دیگر خلل نرسان. ایستوری. یک پیاله گرفته بیا. مایلش میارم. میبخشید. نامتان را نگفتید. میبخشید. نام من آقای شگل است. من نگاه کنید. کسی که من به عسکران آتش نمیکشویم، عسکران جان من حسن میگفته که باشد یک قدم پیش براید. اینها از من هم به انصافتر برآمدند. حاضر کپیتانی که باید کشم بیاید، در نزدش کسی که نباشد نو بس از رتبهش به آن دنیا فرستانید. فهمیدید؟ فهمیدید. آفرین به انصافان. عذر که در این شبانگاه شما رو تشویش دادم. میخواستم با عارف صحبت کنم. وقتهای آخر از من میگریزد. ملای ما این طور نمی کند. نه رئیس، از کسی نگریختم. ملا نمی گریزد. شما یک جا کار میکنید؟ بله. یعنی رفیق هستید؟ دوستی کردن دشوار است. از نیل است. انسان برای دوستش شده و دشواری ها طاقت می کند. از همه دشوارش باشد. از دوست دور شدن است. میدانید حضرت ابوبکر صدیق با پیغمبرمان به راه برآمدند. لطفاً نقل کنید رئیس. در مکه مشرکین قصد حیات پیغمبرمان کرده بودند. پیغمبرمان به جای خودش حضرت علی را خواباند. حضرت ابوبکر را همراه انتخاب کرد. وی در طول حیاتش یک لحظه از پیغمبرمان دور نشده بود. وی تنها از یک چیز میترسید. میترسید که مبادا به دوستش که از جانش بیشتر دوست میداشت ضرری نرسد. مادر جان، کپیتانمون در نظم است. من با شما دیرتر زنگ میزنم. شما خفه نشوید مایلش. من با شما دیرتر زنگ میزنم. مادر جان، بعد از 3 روز میآید. مایلش مادر جان، بعد صحبت میکنیم. من حاضر در سر وظیفه هم هستم. ای خدایا چیکار کنم؟ کپیتان، مادرم التماس میکند که با شما گپ زند. میگویم خفه میشود. از شما خواهش میکنم با او یک گپ بزنید. خواهش میکنم. بده مادری تو مادری من حساب مییابد. مرحمت کپیتان. مادر جان السلام. من کپیتان الپرین، کپیتان فرزندتون هستم. هیچ خواطر نشوید. پسرتون را صحت و سلامت به نزدتان میفرستانم انشالله.
خیر مادر جان خیر و توی پسرتان هم میایم نصیب باشد خواطر نشوید وعده میدهم در مدت کوتاه‌ترین با فرزندتون وام میخورید بایش مادر جان سلامت باشید سلامت باشید دو جوره جانی از تعقیب مشرکین خلاص شده به غار ثور می درآید. اولین شده حضرت ابوبکر به غار می درآید. گرد و اطراف تازه می کند. گرد و گرد غار سوراخی ها را می بیند. لباسش را پاره پاره کرده سوراخی ها را یک یک محکم می کند. به یک سوراخ لباسش نمی رسد. آن را هم به پایش محکم می کند. تنها بعد از آن که از بی‌خطری غار دلپر می شود پیغمبرمان را به داخل دعوت می کند. سرش را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. به این منظره نگاه کنید. سلطان دو جهان پیغمبرمان به حضور و اتمام سر به زانوی دوستش یا الله خوابی ابوبکر صدیق نمیبرد دایم نظرش به گرد و اطراف غار پشه پر زند از او پنهان نمیماند مبادا یگان چیز به پیغمبرمان خلل نرساند سحری بر وقت پایش به درد می درآید ماری که در سوراخی پنهان شده بود از پای حضرت ابوبکر گزیده بود مار؟ بله آمده ایستادن تیار باشید شیر بچه ها چه حادثه روی داد سرباز؟ رفیق کاپیتان ماشینمان ویران شد خیریت که شما آمدید در این وقت شب به کجا روانه بودید؟ ما امشب نامبندر هستیم رفیقان بیایید یاری دهیم در راه ماندند حاضر حل میکنیم این چی گپه؟ شما کیستید؟ مبادا یگان حرکتی به جا نکنی همه این چی معنی دارد؟ شما کیستید؟ مرا به انصاف میگویم دستانتون را بردارید نه اینطور نه جان ابوبکر صدیق می سوزد ولی او حرکت نمی کند تا پیغمبرمان بیدار نشود اما درد زوری می کند از چشمانش آبی دیده جاری می شود نام این را عشق میگوید عشق
کاپیتان با عسکران بگو اگر با تو بود به خانه هاشون برگشتن نباشند سلاحشون را پرت آیند قهرمانی دیگر فایده ندارد بچه ها شد آرام شوید نرس نرس از ما چی میخواهید؟ ما میدونیم که تو حاضر با گرفتن ماشین هایی که گروه یک از ما گرفته بود رفته استاده ای شما این را از کجا میدونید؟ این اشکالی درست از یا اینکه نه درست است یا نه کاری تو چیست؟ این خیل نگو وای باری ماست از تو خواهیش بمبه ها را گرفته به ما ده دیگر چیزی نمیخواهیم سرم را میدیم لیکن ماشین را نه آدم کشون خدا میدوند آنها را با کی میدید گوش کن کاپیتان من آدمی عصبیم عصبم را ویران نکن خدا جزایتون را دید ای بس کران رحم کن به این بچه ها دست نمیرسانی بچه ها شما برای کاپیتان بیخدرید به چی میگوید کاپیتان رو سرده چیزی میکنی با کن آدم باران تو خاموش ایستاد تباق حیفی تباق حیفی تباق حیفی تباق تورتون تباق چیف اسماعیل برادرمون رو برادر بچه ها سرده سرده بگویم برادرمون رو سرده نوبا کاران میبیاری آنه او را کشتن حیوانی بشرم خدا جزایتون را میدید این جواب سوال من نه سرده نوبا کاران سرده آبی دیده بر روی مبارک پیغمبرمان می چکد پیغمبرمان چشمانشان را می کشاید چه شده ای ابوبکر؟ ابوبکر حادثه را نقل می کند پایم را مار گزید می گوید لیکن هیچ گپ نه بعد این چی می گوید؟ دقت کنید پدر و مادرم فدای تو هستند ای رسول الله فخر کائنات پیغمبرمان با آب دهانش پای دوستش را میمالد درد پای حضرت ابوبکر میگذرد یعنی گفتنی هستید که اگر رسول الله بیدار شوند با آب دیده بیدار می شوند در قلب تو رسول الله از آب دیدت بیدار خواهد شد الله گوش کن ماری که نامش نفس است تو را میگزد جانت را میسوزاند اگر تو صبر و طاقت کنی با آب دیده با الله تعالی دعا کنی انا همان وقت رسول الله بیدار خواهد شد انا همان وقت نور پیغمبرمان در دلی تو بیدار خواهد شد انا همین طور یعنی دوست داشتن از بحر خود گذشتن است. درست گفته دایشه بود بعضن از سوزش دل
از برای دوستانت خودت را فراموش میکنی. انا همین تام. به دوستت ضرر نرسد گفته. خودت را به عذاب میمانی. سلیم قربانت شوم برادرم صبر کن سلیم. تا گپی مرا قبول نکنی از کرانت را یک یک میپرونم. چی گفتی؟ قبول نکنید کاپیتان. لازم شود همون شهید میشویم. قبول نکنید. ایستو با او دست نرسان. به فکرم یک دیگرتان را خیلی دوست می‌دارید نه؟ اگر مرد باشی مرا پران نامرد تو. ایلاش برو برادرم. برادرم خیر برو. برو حیوانی رزیل، من تو رو میکشم. خیر کنی یک مشتم خوردم. اکنون جوابی تو را انتظارم کاپیتان. پسرت را صحت سلامت و نظرت میپیستانم انشاءالله. خیر مادر خیر. و توی پسر هم میایم نصیب باشد. خواطر نشد وعده میدم در مدت کوتاه‌ترین با فرزندتان تو میخورید. کاپیتان مرا عصبی نکن. کاپیتان حقتان را حلال کنید. اشهد ان لا اله برادرم و اشهد ان محمد عبده و رسوله. سلیم برادرم سلیم برادرم. خیر یک اسکر دارم. نوبت دیگرش. مایلش گپت رو با جا میارم. لیکن با بچه ها دست نمیرسانی. من باوری داشتم که یک دیگر رو میفهمیم. بس است رفته. التماس شهیدمون رو گیریم. وقت نداریم. بعد حل میکنیم. رفته. سلیم برو. عارف درباره شما بسیار نقل میکرد. میگفت که شما دل آدم رو خوانده میتوانید. استغفرالله. ما فقط چیزی که به یادمان میآید نقل میکنیم. اگر اجازت میدادید من باز میامدم. نوری دیده تاج سر. ملا شما را گسل میکنه. در این وقت شب یک خودتان. نه تشکر تشویش نکشد. چه خیل تشویش آیشه گل. من تو را میبرم. چه خیل تشویش. خیر خوش باشید. من ترسیدم که شما رو میشناسد. از کجا میشناسد استورید؟ وقتی که باری اول مرا دیده بود کودک بود. حتی یک رسمم را هم ندیده است. چی به خاطرش آید؟
چقدر شخصی عجیب، ملایم، از صحبتش سیر نمیشوی. من یکم بار این خیلی حکایت نشنیده بودم. راست میگویی؟ چرا اینجا زندگی میکند؟ زن و فرزند ندارد مگر؟ نه، ندارد. تنها منو استورید. چرا پرسیدی؟ با ماهیگیر مانند نیست. چی گفتم میخوایی؟ یعنی بسیار شخصی دانشمند. برای همین این خیلی معامله میکنی؟ چی خیلی؟ با من یکان حادثه روی دهد جانت میسوزد، درست؟ از سخنان رئیس همین را فهمیدی؟ بله. درست فهمیدی. بعد از این چی می شود؟ نمیدانم مایشه گل. عارف، این خیلی نمی شود. چی نمی شود؟ التماس. دردگی این کاسه نیم کاسه ای هست. الها عاقبتش بخیر شود. اگر یکم کاری ناجوک کردی سربازانت به هلاکت میرسند. سلام رفیقان. علیکم السلام. علیکم السلام. برای گرفتن ماشین های بمبادار آمدم. کمیسر برای قبول ماشین ها با این ورقه امضا گذاشتن لازم. نامناسبتون رو هم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران کنی این قوطی ها رو فرارید. کنی زودتر زودتر زودتر. با دقت باشید. با دقت. رحمت. با دقت باشید، احتیاط کنید. شاید تفتیش کنیم. باز یکم کمبودی نباشد. برادر چی کم بودی می شود؟ همه چیز در جایش، ما دست نرسانده. معلوم نیست، ما کارمون را حلال میکنیم. مایلش کشاید قوطی ها را. دادرمان تفتیش کن. چه خیلی آدم است، عصبم را ویران کرد. کماندان چی مگر یکم مشکلات است؟ نه همش نغز است. فهمم. کنی برادران زودتر باشید. کارمون بسیار است. زودتر. یگان پای، یگان نشانه باید باشد. پدر جون در کجایید؟ میدونم که زنده اید. یک دقیقه این ماشین شناس می نماید. این نه، این هم نه، در همین جا باید باشد. انا همین، این شخص، این ماشین. باز همان ماشین. نخود پدرم همین کس باشند. عارف،
السلام علیکم. و علیکم السلام. رئیس در کجاست؟ سحری بر وقت به بحر رفت. حاضر باید برگرده. اینطور باشد خوب. من اسباب انجامم رو تعمیر میکنم. لبه. به فکرم یافتم. اولیف او را یافتم. و علیکم السلام. وقتی شوخی نیست. کی را یافتی؟ پدرم را. به فکرم او را پیدا کردم. ҳар лаҳзаи ҳаёт ширин асту гуворо. ширкати атта як қатор маҳсулоти қаннодии наву хуштам ва хушсифатро истеҳсол намудааст. шумо метавонед шириниҳои ширкати аттаро аз фурӯшгоҳҳои шаҳри душанбе ва дигар марказҳои савдои ҷумҳурӣ дастрас намоед. шитобед, шириниҳои мо хушбахтии хонадони шумо. در کجا؟ چه خیلی یافتی؟ رسم‌های در خانه بوده رو از نظر گذراندم. در 3-4 رسم یک نفر است. مرا پیروی کرده است. پدرم مرا پیروی کرده است. اولیف. خوب آرام شو. رویش تو دیدی؟ نغز نمی نماید. کمی دور است. لیکن ظریف کمی مهنت کند رسم را کلانتر کرده می تواند. تو در کجایی؟ بیا بخوریم. مایلش من کمی کار دارم. در جای کار ما میخوریم. مایلش. لیکن دیر نماید. خب مایلش. استوری. التماس از قیق ماهی ها رو خالی کن. خوب شده است رئیس. بخیر است ملا. بر وقت آمدی؟ به شما یک گپ دارم رئیس. مرحمت گپ زن. این رسم در خانه شما از کجا پیدا شد؟ تشکر رفیق. به شما هم تشکر. این ورق‌ها رو ده به سردار میفرستم. مرحمت. رفتیم برادر. نغزبازی کردی. بیعقلان هیچ چیز را پای نبردن. از کرانت را در حقیقت دوست می داشته ای. دوست می‌دارم اما تو این را نمی‌فهمی. از کران برای من مثل فرزند است. وای حاضر گریه میکنم. رئیس به من همش را نقل کنید. از من چرا پنهان میکنید؟ آیشه گل را میشناختید؟ من تخمین کرده بودم. درست است. آیشه گل دختری من است.
بمب‌ها را گرفته؟ حاضر آمده ایستادند. یک تاش رو گرفتم بدتر در کار می شود. برای چی؟ آتشه سوریه رو میزنیم، بعد عیبی گیل میکنیم. سلاح ها رسمیان. همه فکر میکنن که دولت ترکیه با تروریستان یاری میدهد. دوام سخنهایم رو با تو روانه میکنم، منتظر باش. خوب شده است. نشاد بابا، دعا کنیم. کاپیتان دیوانگی کرده جان شما را باز نگیرد. اکا ماشین اومد. اوه آمد. تیار شوید، کار بسیار. شاید بینه. من تفتیش کردم. تو تفتیش کرده باشی به تو باور میکنم. که شاید گفتم. نابکاران. آفرین کاپیتان. با تو باور نداشتم اما کار خیلی خوب کردی. من بعدم رو بچه آوردم، ما رو سردی. مسخره میکنی؟ اقلان اسکرانم رو سردی. یک قرضک برای کاپیتان. با یک خواهش داری؟ اگر خواهی رفته با پلیس تسلیم شوم ها؟ تو سگ بچه، میدونستم که همین طور میکنی. اسکرانی ما رو سرده، نباشد هممون به هوا میپریم. منو میشنوید؟ آفرین، آفرین بر شما کاپیتان. رئیس، آیشگل 40 دختری شما می شود. به من فهمانید. خواهش میکنم نقل کنید. انا همین خیل دختری خودم. لیکن او مرا نمیداند و نمیشناسد. چرا آیشگل به شما نفرت دارد؟ شما چرا از او پنهان شده میگردید؟ این حکایت دور و دراز است ملا. من وقت دارم. گوش میکنم. او فکر میکند که سبب مرگ مادرش من هستم. اگر گناهی شما نباشد چرا به او نمیفهمانید؟ چی گویم؟ از 20 سال زیاد گذشته است. به نزدش رفتم من پدری تو من نمردم گویم. دختر چه عقلش را گم میکند؟ دخترتان به همین هم عقلش را گم کرده ایستاده است. قبر شما را کشاد. قبر خالی بود. به نزدیک دیوانه می شود.
ба наздаш равед ва ман падари туям гӯед. ҳамаашро нақл кунед. хоҳиш мекунам. наметавонам. шумо чизеро пинҳон мекунед. аз ман ҳам пинҳон мекунед. медонам. ҳамааш хуб мешавад. хуб мешавад, раис. ака мошина омад. маслиҳати мо чӣ буд? бояд дар корхона ро мехӯрдем. сабр карда натавонистам анабин падарамро ёфтам. бори охир мегӯям, мон ҳамаи бачаҳораманд. ҳам ман, ҳам силоҳҳо дар дасти туем. боз чӣ мехоҳӣ? خب аскаронро сар медиҳам, лекин ту ҳам бомбаатро мепартоӣ. агар бомбаат кафад, ҳамамон дар инҷо ҳалок мешавем. фаҳмидӣ? рост мегӯӣ. ихтиёр дар дасти ту. аскаронро сар диҳ. زود باشد. کاپیتان ما به شما با یکون جا نمیرویم. سلسسه نگوی. روید از اینجا. یا یک جای میرویم یا همه در اینجا نابود میشویم. بولان چیزی که گفتم به جا آورید. نمیشود کاپیتان. سرباز این امری من است. با رفیقانت از اینجا روید. زود. چی؟ شما رو پرتافته رویم؟ پسرم به مادرت وعده دادم که فرزندت صحت سلامت برمیگردد. به وعده باید وفا بکنی. میفهمی؟ دف شوید. روید از اینجا. خیز این نمیشود. میرویم. خیز رفتیم. سردیم منو. رفتیم. خیز سردیم. رفتیم. سردیم. سردیم. میرویم از اینجا. رفتیم. نگاه کن عارف، دیدی؟ با این رسم نگر. اکنون با اینش نگاه کن. باز با اینش نگاه کن. انا باز یک دیو دیگر. این رو دیدی؟ در بین دو رسم دو سال فرق است. در جایهای گوناگون. لیکن ماشین همان ماشین. آن شخص در هر دو رسم. به فکر من و پدری من است.
باید رسما نگاه کنید. فکری شما چی رئیس؟ اون شخص در رسم نقض معلوم نیست. آدم با آدم مانند میشن میگوید. به فکر من تصادف است. چه خیلی تصادف؟ همون یک ماشین در 3 رسم و هر خیله. چه خیلی شده میتواند؟ این حکمت خداست. بله، حکمت خدا. چی به من باور نمی کنید؟ آیا من عقلم را گم کردم؟ دیوانم مگر؟ رسم ها را به ظریف می دهم. کلان کرده روی این مرد را می بینم. آیشه گل، التجا می کنم. مبالغه نکن. همه این تصادف است. چه خیلی می توانی مبالغه گفته؟ آیشه گل، آرام شو. خودت را بسیار عذاب نده. آرام شو. ای خداوندا، دیوانه می شوم. تو فقط به من می گفتی که این آدمان پدرت را می پسند. پدرت زنده بوده می تواند. آیا قبرش رو یک جای نکفتیم؟ قبر خالی نبود؟ خب راست میگویی، اما اگر راست گفته باشم این عکس ها هم راست میگویند. برادران خیل نکنید. کاپیتان رو پرتفته رفتن نمیتوانه. شنیدی کو ربت گفته فرمان داد. برای ما شده. او جانش رو فدا میکنه، تو این رو نمیفهمی. ما هیچ کار کردن نمیتوانه. چی خیل میشود؟ او رو شهید میکنه. ما چی خیل اسکر هستیم؟ چی خیل کاپیتان رو پرتفته میرویم؟ پگو سرمان رو با بالش گذاشته چی خیل خواب میکنیم؟ آیا خواب ما نبرده باشه؟ بارون چی کار کنیم؟ همه ما رفته شهید شویم. بله، اگر مرد باشه میرویم و شهید میشویم. بارون سرده ایستا، آروم شو. سرده بارون ایستا. نرسه. نرو. من نزدیک کاپیتان میروم. نزدیک کاپیتان میروم. گوش کن، از کرانت را سر دادم. تو نیز با عقل باش. مرا عصبی نکرده زودتر پرتا. کی میدوند با این سلاح خونی چندین آدمانی بیگناه رو میریزید. من به این راه نمیدیم. حاضر در اینجا همه نابود میشویم. شنیدید مرا؟ همه اون هلاک میشویم. فهمو، تو به من باور نمی کنی. به فکر تو من دیوانه شدم. سفسطه نگوی آیشه گل. از حد زیاد مبالغه میکنی. میلش میبینیم. آیشه گل، تو مرا نادرست فهمیدی. عارف، دستم رو سر ده. من تو رو خیلی خوب فهمیدم. عارف، آیشه گل را به حال خود گذار. پدرش را یافتن میخواهد. در اینجا یکم چیزی غیر عادی نیست. چی من یکان کاری بده کردم؟ آیشه گل،
اگر شما را یابد چی؟ هیچ غم نه. در هر کار خیر است. کاپیتان! 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 بنا نگاه کن! یا رفتم مرد برای جنگ کرده مثلی کاپیتان شهید میشویم یا مثلی مرغ گریخته میرویم بعد تا آخری عمر وجدانمان عذاب خواهد داد میلش با تو میرویم رفتیم زودتر میرویم زودتر با کمکش میرویم تزتر از کرون بعد میگردم ابله شما کارشون رو حل کنید من رفتم آنها دیوانه شدند با آنها میگرید این گروهی یک زنده باد ای نابکاران از اسکران چی میخواهید ها؟ من دشمنی دشمنانی از کرمان هستم نورت بلاموزها نورت نگذارید سلاح را به کار برند همه اشان را تازه کنید بچه ها خوب هستید؟ خوبیم خوب هستید برادران خوبیم قماندان در کجاست؟ او در درون است این موشان حاجت خانه تمام نشدند همه‌تان را میکشم ای بوتا برازدگی خدا یک دو تا اش را به ما گذار اکای ظریف احوال این چی میشوده باشد؟ به خدا که نمیدانم باز یافته آمدن اما باز در ماندن به انصاف گریخت قماندان کنی؟ زودتر باشید با کاپیتان یاری دید زودتر باشید زودتر رفتیم کاپیتان 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 از دو جای استخمی شده است تپیش دیلش چی؟ نه نمیزند کاپیتان 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 چشمونت رو کشو کاپیتان و ما زود یاری تأجیلی فرستید برادران خواهش میکنم کاپیتان زود باشید چشمونتون رو کشوید کاپیتان زودتر فرستانید ما انتظاریم کاپیتان ما رو تنها نگذار کاپیتان حیف شد کاپیتان او زنده من گفتم که تپیش دیلش رو سنج آتشین نشب خلال میرسد ظریف کمک کن ظریف آرام شوید برادران آرام شوید کاپیتان زنده البته دادرم البته آرام شو دادر جانکم انشالله زنده میماند الحمدلله خدا را شکر الحمدلله شکر کاپیتان